سرخط مهمترین خبرها: در تاجیکستان باز 2 عید دیگر رسمی شد. ده‌ها مهاجر تاجیک را از ژوکوفسکی برگرداندند. و چرا قرب روبل پست و ارزش دلار بلند شد؟ تفصیلات تا چند دقیقه دیگر. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 3 دکبر است و ساعت در دوشنبه 10. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید نجات دهندگان 3 روز است که یک ساکن ناحیه شغنان را در دریای پنج جستجو دارند. به اطلاع رسمی این مرد 54 ساله روز 3 نوامبر هنگام عبور از راه خاروق شغنان اشکاشم با ماشین تنگم به داخل دره سرازیر شده به دریای پنج افتیده است. دفتر مطبوعاتی کمیته حالتهای فوق‌العاده در خبرنامه نوشته است در داخل ماشین تنها راننده بود. منبع میگوید که نقلیات را با کمترین آسیب برآوردند، اما از راننده درکی نیست. مقامات میگویند راننده غرق شده است ولی جسدش را پیدا نکردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده با نشر این خبر از رانندگان درخواست کرده است هنگام حرکت در راههای کوهی با دقت باشند. در تاجیکستان باز 2 عید دیگر رسمی شد. از این بعد 21 مارس در کشور روز بین المللی حفظ پریخ‌ها و 25 می روز جهانی فوتبال قید کرده می شود. تغییرات مذکور به قانون درباره روزهای عید را ماه نوامبر مجلس ملی پالات بالای پارلمان تصویب کرد. هر دوی این عیدها روز استراحتی نیستند. روز بین المللی حفظ پریخ‌ها پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به مجمع عمومی سازمان ملل بود. با گزارش رسانه‌های دولتی تاجیکستان و سازمان ملل متحد هم 21 مارس را روز بین المللی حفظ پریخ‌ها مقرر کرده است. روز جهانی فوتبال باشد پیشنهاد رستم امامعلی، شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان بود. رستم امامعلی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان نیز هست. در تاجیکستان تقریبا همه ساحه و بخش‌ها روزهای خود را دارند و نظرها در جامعه به عید و جشن‌های زیاد یکسان نیست. گروهی از مهاجران تاجیک میگن آنها را از فرودگاه ژوکوفسکی شهر مسکو به تاجیکستان برگرداندند. به گفته این مهاجران آنها روز 29 نوامبر از فرودگاه‌های خوجند و دوشنبه به مسکو پرواز کرده بودند ولی آنها را به روسیه راه ندادند. به گفته این مهاجران دوام یک شبانه روز تقریبا 100 نفر را تنها از فرودگاه ژوکوفسکی به تاجیکستان بازپس فرستادند. رادیوی آزادی مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. نوار فرستاده مهاجران را با هم ببینیم. بینندگان عزیز، اگر شما هم به مثل این مهاجران نوار جالب دارید می توانید به ما فرستید. یادآور می شوم که بعد از حمله به تالاری کراکورس در نزدیکی مسکو که مهاجران تاجیک را به دست داشتن در آن متهم کردند، ورود تاجیکستانی ها به روسیه مشکل شد. بعد ماه مارس ده‌ها مهاجر تاجیک شکایت کردند که آنها را بدون سبب یا با قانونشکنی های خرد از روسیه راندند. در ناحیه فرخار برای بعضی ضرردیدگان آفت طبیعی منزل‌های نو ساختند. گروه از مردم ضرردیده از این اقدام استقبال کردند، اما گروه دیگر میگویند مقامات برای همه خانه نساختند. ادامه موضوع در گزارش محمود جان رحمتزاده از ناحیه فرخار. محله تازه بنیاد در دهه شیخ آبادی ناحیه فرخار. این محله در پهلوی کوه و در مکانی بلند جایگیر بوده منطقه بخطر حساب می شود. خانه های این محل برای آفت زده های دهه سرخاب ساخته شدند. هر خانه از 3 حجره، حمام و آشخانه عبارت بوده در مجموع 36 خانه را تشکیل می دهد. با همه که مقصد امامعلی رحمان و بر گنرال همه که بعضی‌هاش نمیشناسم و قدم باشن هم نمیدونم، هزار رحمت میگم، تشکر زیاد میگم. خداوند پروردگار در کجای باشه فقط سربلند باشن. یخش گفتن خانه میدازیم، یخش گفتن نمیدازن. فقط گریسته گشته بودیم، باوری نداشتیم این خانه را بگیریم. خیلی خانه خوش رو. روز 27 نوامبر فاطمه قلمتووا کلید خانه را از دست سروزیر قاهر رسولزاده گرفت و زندگی نو را با فرزندانش آغاز کرد. الکی دیده می شود برخی ساکنانی که در ماه می از آفت طبیعی ضرر دیده بودند آمده به خانه های خود در آمده زندگی را شروع نمودند. اما برخی هم محله های اینها میگویند که آنها در جای مکانی ضرر دیده خود زندگی داشته نه کمک دیدند و نه صاحب چنین خانه شدند. در محله شیخ آباد نه همه ضرر دیدگان صاحب خانه شدند.
مقامات خانه‌ها را تنها برای آنهایی ساختند که منزل آنها پرره تخریب شده بود. این یکم نمی جماعت این خود مونده، جماعتی خود مونده. من هیچ کار کردن نمیتونم میگم. ایدستم هیچی نمیگم. آخه گفتم چی با نمیگم، نه خودم این ای بالای سری من میگم گفتم یکم چی با یاردم نمیتی، نمیتونم میگم. من نمیدونم، من نفهمیدم. با خانواده هایی که منزلشان پرره تخریب نشده است مقامات زمین جدا کردند، ولی آنها مجبورند در خانه های کهنه زندگی کنند. این امی گرد خانم همش نمتری سیمین بلوک قطی همسایه قطی سیمین بلوک ها را ماندیم که امی غش نریزه. اومدن دیدن گفتن که زندگی نکه، گفتن نیک خاکه با کجا میریم خونه نیسته دیگه در آمدیم که شیشتیم امی خانواده. دهه سرخاب بارها از آفت‌های طبیعی آسیب دیده است. 22 نوامبر پس از بارانگری‌ها سیل آمده دوباره وارد خانه‌ها شد. خواهش ساکنان باقی مانده از مقامات این است که راه‌ها را باز کنند. اولاف شولز صدر اعظم آلمان روز 2 دکامبر با یک سفر اعلان نشده وارد کیف شد. او قول داد که کشورش در ماه دکامبر به اوکراین با ارزش 650 میلیون یورو سلاح اضافی می‌دهد. سخنگوی وزارت دفاع آلمان گفت کمک از نظام دفاعی هوایی ایریس-ت، تانک‌های لئوپارد 1، درون و تجهیزات دیگر عبارت خواهد بود. شولز در پیام در شبکه ایکس نوشت که آلمان پشتیبان قوی‌ترین اوکراین در اروپا میماند. صدر اعظم آلمان در کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین صحبت کرد. آنها یک جا به دیدن سربازان زخمی رفتند. وزیر کارهای خارجه لیتوا گابریئلیوس لانسبرگیس خبر داد که کشورش ورود چند تن از رهبران حزب آرزوی گرجی و مقامداران بلندپایه وزارت کارهای داخلی گرجستان را منع کرده است. عین این تصمیم را کشورهای لتوا و استونیا نیز گرفتند. کشورهای حوزه بالتیک این تصمیم را در پی سرکوب اعتراضها در گرجستان گرفتند. تظاهرات با شرکت هزاران نفر بعد از آن سر شد که حکومت گرجستان اعلان کرد گفتگوها برای پیوستن به اتحاد اروپا را تا سال 2028 به تأخیر گذاشته است. در رویخط تحریم کشورهای حوزه بالتیک 11 اسم جای داده شده است، از جمله رهبر فخری حزب آرزوی گرجی بیدزینا ایوانیشویلی، وزیر کارهای داخلی گرجستان وختن گوملاوری با 4 معاونش و همچنین 5 مقامداران بلندپایه این وزارت جای داده شدند. 2 تن از این مقامداران سردار شعبه تعینات مخصوص وزارت کارهای داخلی گرجستان زیویاد خرزشویلی و معاون او میلری لگزاوری از سوی آمریکا هم تحریم شدند. به اطلاع وزارت کارهای داخلی گرجستان در پی اعتراضهای چند روز اخیر 224 نفر بازداشت شدند. آنها را به اوباشی و مقابلت با کارمندان پلیس گناهکار کردند. دادگاه 36 نفر آنها را جریمه و 34 کس دیگر را به حبس مأموری محکوم کرد. ارزش دلاری آمریکایی در یک هفته اخیر نسبت به سامانه پول ملی تاجیکستان افزوده است. اگر روز 26 نوامبر در بانک‌های تاجیکستان $100 را به 1066 سامان عوض می‌کردند، بانک ملی 3 دکامبر آن را تا به 1091 سامان بالا برد. در بعضی از بانک‌های کشور $100 تا 1095 سامان خرید و فروش می‌شود. بانک ملی تاجیکستان هنوز 29 نوامبر در بیانیه تغییریابی قرب سامانه را نسبت به اسعار خارجی و تاثیر عامل‌های بیرونی و داخلی پیوند داده است. تاجیکستان اکثر مال و محصولات را از خارج می‌آورد و ارزش مال هم وابسته به قرب دلار کم و زیاد می‌شود. قرب دلار در حال بالا می رود که ارزش روبل روسی دوام 10 روز اخیر به طور نظررس کاهش یافت. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 102 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 دکامبر را فرا می‌گیرد.
3 دکبر در تاجیکستان روز افراد امکانیتشان محدود یا معیوبان است. در این کشور 154,000 نفر از جمله زنان و کودکان به حیث معیوب ثبت شدند و نفقه ناچیز و بیکاری یکی از مشکلات اصلی این گروه به شمار می رود. حکومت تاجیکستان بر اساس یک تحقیقات معلوم کرد که 30% کودکان معیوب از والدان خویش و تبار تولد شدند. با یک قرار ازدواج خویش و تباری در کشور منع شده است. 3 دکبر سال 1999 یک فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره بالا بردن مقام زن در جامعه امضا شد که هدفش تشویق بیشتری دختران و زنان به تحصیل و کار می باشد. با این وجود معلوم شده است که شمار زنان کارگر در ساختارهای حکومتی نه بیشتر از 30% بوده، نقش زنان بیشتر در سطح میانه ساختارهای بودجویی مثل آموزگاری و رشته طب به نظر می رسد. مشکل تحصیل در دانشگاه‌ها با سبب‌های کمبود اقتصادی و فشار عقیده‌های افراطی یکی از مانع‌های اصلی رشد زنان تاجیک گفته می‌شود. 3 دکبر سال 2010 عبدالملک بهاری نویسنده فانتا است و نمایشنامه نویس معروف تاجیک درگذشت. اثرهای علمی و تخیلی او خوف دکتر منصور، زنبور عینکدار، غرایبات نادر و دیگرها برای رشد ژانر فانتاستیک در ادبیات تاجیک عصر 20 سهم گذار شد و بهاری را به حیث بنیادگذار ژانر فانتاستیک تاجیکی معرفی کرد. عبدالملک بهاری عنوان شاعر خلقی تاجیکستان و همچنین جایزه به نام رودکی را گرفته است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. سپاس که برنامه‌های رادیوی آزادی را تماشا می‌کنید.